سلام به همه شما بیننده های زکی تلویزیون سفینه. گروه ایجادی برنامه دنیا پر از جوانی است. تصمیم گرفتیم این هفته اطراف موضوع ضرورت آموزش علم های تکنیکی صحبت بیاراییم با یک زمره آموزگاران و دانشجویان کالج تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد جان آسیمی. قبل از شروع برنامه شما را خوش آمدید بگویم به استودیو تلویزیون سفینه و نخست میخواهم اندیشهاتان را در مورد آن گفته باشید که چی ضرورت پیش آمد که مخصوصا اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تکیه بر آن کردند که نسل جوان امروزه باید از تکنیک و تکنولوژی زمان معاصر برخوردار باشد، اختراعکار باشد و یک نسل را تربیت کنیم که واقعا در جامعه جهان معرفیگر فرهنگ و تمدن ملت تاجیک باشد. اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب کشورمان محترم امام علی رحمان 20 ساله آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق ریاضی را در ساحه معارف راه اندازی کردند. مقصد پیش از همه این رو آوردن جوانان به آموزش تکنیک و تکنولوژی معاصر می باشد، یعنی توسعه تکنیک و تکنولوژی نوین می باشد، رو آوردن به اختراعکاری و نوآوری، چون عصر 21 عصر علم و تکنیک است. تمام دولت‌های ترقی کرده دنیا را اگر امروز نظر افکنیم مقایسه کنیم با تکنیک و تکنولوژی با سرعت کیهانی رشد نموده ایستادند و این سبب شد که حکومت مملکت راهبری مملکت این را راه اندازی کردند و دستور سپارش دادند که در جمهوری تاجیکستان جوانان امروز به آموزش فنهای دقیق میل کردند. ناگفته نماند که ما در کالج تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد جان آسیمی فعالیت می نماییم. البته با پرگی فعالیت ما از بر نمودن و عملی نمودن 20 ساله آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق ریاضی در ساحه معارف می باشد. تمام آن اختصاص که ما داریم در آینده آموزش و در عمل تطبیق نمودن تکنیک تکنولوژی می باشد. ریاست کالج تکنیکی برای عملی نمودن این دستور سپارش ها 20 ساله پیوسته سعی و کوشش نموده ایستاده است. پیش هم از همه ناگفته نماند که در کالج تکنیکی آزمایشگاه زمانوی عاید به اختراعکاران و نوآوران تشکیل کرده شد با برابری اعلان شدن این 20 ساله. امروز با خوشبختی گفته می توانیم که دانشجویان ما در آزمون‌های سطح جمهوری اشتراک کردند تا به دور جمهوری دور غالبیت سزاوار جای دوم و سوم نیز از روی اختراعکاری نوآوری شدند که این از آن شهادت درک می‌دهد که در کالج تکنیکی آموزش فنهای دقیق طبیعت شناسی ریاضی درست به راه مانده شده است و سر وقتی مسئولین این را درک کردند. اینچنین در پایه کالج تکنیکی از طرف ریاست کالج تکنیکی همه ساله 2-3 آزمایشگاه‌های زمانوی کشاده به استفاده داده می شود که امروز اگر به سالهای پیشتر قبلا مقایسه کنیم و به تاریخ نگاه کنیم جوانانی که به اختراعکاری و نوآوری میل دارند بیشتر شده ایستادند. حالا در آزمایشگاه‌هایی که در نزد مؤسسه فعالیت میکنند اکثریت فارغ از درس دانشجویان آمده در آنجا بازآموزی میکنند، کورس‌های تکمیل اختصاص میگذارند و تمام تجهیزات‌هایی که در آنجا است امروز خود حتی نه اینکه میآموزند به قسمت تعمیر آن گذشته ایستادند. گفته میتوانیم که در اینجا آزمایشگاه الکتروتکنیکا، آزمایشگاه‌های فیزیک تلکمونیکاسیا، آزمایشگاه‌های تجهیزات‌های طبی، نقلیات، آزمایشگاه ماشین سازی، آزمایشگاه‌های گوناگون دیگر در سطح کالج تأسیس داده امروز مورد استفاده بری قرار دارند. باز یک نکته دیگر را قید می‌کنیم که چنانه که اساسگذاری وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب کشور محترم امام علی رحمان در پرتو عملگردی 20 ساله آموزش آزمون جمهوری علم فروغ معرفت را اندازی کردند، پیشنهاد کردند. در کالج تکنیکی در این آزمون علاقه اشتراک میکنند تا دور جمهوری سزاوار جای معین گشتند. در مورد ذهنیت و از بر کردن نسل جوان به علم‌های تکنیکی چی گفته میتوانید؟ امروز نسل جوان کشور چگونه ذهنیت دارد، چگونه هوش و گوش دارد برای آموختن علم‌های تکنیکی؟ پیش از همه تیار کردن متخصصی رقابت‌پذیر در بازار مهنت میباشد.
علاکه این چیز در خود کالج تکنیکی ما درست برآورده شده است و از طرف مقامات بالایی هم خیلی دستگیری هم یافته است. باعث خوشنودی است که با تشبوس من روبریت کالج تکنیکی خصوصا با روبری مؤسسه همین کالج علاکه کالج تکنیکی ما با یک چند مؤسسه‌های ساحه تکنیکی از اونجا با نیروگاه‌های برقی جمعیت سهامی شکل شده برقی توجیه و یک چند زود و فابریک و دیگر کارخانه استحصالی شرطنامه‌های طرفین بستند. این چی معنی دارد؟ وقتی که آموزگار درس نظریه‌اش میگذرد موافق جدول ترتیب داده کافدره مثلا کافدره الکتروانرژیک کالج تکنیکی همون واسه شاگردا وارد خود نیروگاه برقی میشوند یا که وارد کارخانه صنعتی میشوند که نظر با عمل علاقه که یک جای شده است. این با اون وقت رسوند که در سالهایی که ما علاقه تجربه گذروندیم پیشروی ذهنیت و آموزش کسبیت تکنیکی خود دانشجوی ما خیلی و خیلی هم پیش رفتند. اگر از دیگر طرف با چیزی که استاد در برنامه‌شون اشاره کردن پیشرفت خیلی تکنولوژی اینواسیونی باشد، از دیگر طرف عملی نمودن نظریه با در استحصال این یک پیشروی خیلی دانشجویان به حساب می‌رود. من با مثال کامل گفتم میتونم که من دانشجویی که در اینجا شرکت شدن اینها هر هفته با واسطه آموزگارانشون با خود نیروگاه برقی ورزش رفته از خود کارکردی استحصال نیرو سر کرده تو تجهیزات‌های برقی شناسایی پیدا میکنم. بعد اومده باز ما وقتی که پرسون میشین در چی حالت شما آموزش چی یک یاد گرفتین نسبتا خیلی جوابی صحیح میدین. من اینجا فکر میکنم که همچنان آموزگار فکر میکنم که علاقه دانشجویان ما خیلی پیش رفتن در نتیجه عملی را اسود کردن. درس عملی ما خیلی هم شاخوار میگذرد و خیلی در سطح بلند گذرنده است و چیزی که ما در عملی تطبیق میکنیم علاقه در این معنی رو داره که ما در عرصه جهانی در بازار جهانی یکی از متخصصان رقابت‌پذیر یک متخصصان پیشقدم یک متخصصان صاحب کسب رو تربیت و آگاهی رسانیم که بگذار که جامعه امروزه رو خود متخصصان ما خود تاجیکستانیان آمده با روبری گیرن پیش برند. چون که جناب عالی در تمام برآمده‌هاشون حتی در تمام پیام‌هاشون تاکید می‌کنه که امروز جوانان باید که تاجیکستان را سازند، امروز باید که جوانان ما در ساحه علم و تکنیک پیش روند. امروز ما دیگر از دیگر متخصص دعوت نکنیم، بگذار که جوانان ما همچون متخصص صاحب قدر، همچون صاحب کسب، همچون پیشرفته درجه عالی با خلق وطن خود باید خدمت خود را رسانند. درباره ضرورت آموختن فن‌های دقیق بین جوانان این رشد تکنیک و تکنولوژی معاصر میباشد که جوانان را وظیفه‌دار میکند که تکنیک و تکنولوژی پیشرفته را آموزند. از این لحاظ ریاست کالج تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان برای تیار نمودن کادرهای جوابگو به بازار جهانی خیلی که استاد قید کردن در یکی از برنامه‌های مهم دولتی این 20 ساله آموزش رشد فن‌های دقیق و ریاضی میباشد که درس‌های کالج ما زیادتر با نظام دوالی صورت میگیرد. خیلی که استاد قید کردن درس‌های نظریوی در کالج صورت میگیرد و درس‌های عملی باشد در آزمایشگاه‌ها و در کارخانه‌های صنعتی. از این لحاظ من فکر میکنم که آموختن جوانان ما نسبت به سالهای پیشتر ذهنیتشان خیلی پیشرفته است. از این سبب پیش بسیار وقت درس‌های عملی در سیمخانه‌ها می‌گذشت. حالا باشد ما نظام دوالی رو با مبین مانده ایم. از همین سبب رشد ذهنیت دانشجویان زیادتر می‌گردد در آموزش علم‌های دقیق. همین نظام دوالی امکان می‌دهد که دانشجویان زیادتر رشد ذهنی کنند، یعنی که درس‌های عملی خود را در کارخانه‌های صنعتی در آزمایشگاه‌ها می‌گذرانند. انا همین امکانیت می‌دهد که جوانان با رشد فن‌های دقیق و ریاضی زیادتر نظر اندازند. ذهنیت امروز جوانان نسبت به سالهای پیشتر در چی هست؟
ҳаминро ман гуфта метавонам ки албатта бинед ки баъд пас аз роҳандозӣ шудани амалӣ кардани барномаи мазкур, барномаи 20 солаи омӯзиш, аллакай бо таъсис додани маркази истеъдодҳо, навоварону ихтироъкорони ҷавон ба таъмин кардани шароитҳои хуб дар коллеҷи техникӣ як базаи калон ташкил карда шудааст дар он ҷо бо ширкати олмонии GIZ ки маблағгузорӣ мекунад, бо мо ҳамкорӣ дорад. Имрӯз ҷавонони мо, яке аз донишҷӯёни фаъоли мо як дастгоҳеро ихтироъ кард ки патенти ҷумҳурии Тоҷикистонро гирифтем. Дастгоҳи табобатӣ аст ки пештар бо анами дастгоҳ як усули табобат ба роҳ монда мешуд. ҳоло бо дастгоҳе ки шогирди мо дар муассисаи мо ихтироъ кардааст, 3 усули табобат яку якбора бо 3 ташхис муайян мекунад ки ин аз он далолат медиҳад ки завқу зеҳнияти онҳо баланд шуда истодааст. Агар солҳои пештар 1 ё 2 3 нафар фаъолон муроҷиат мекарданд, ҳамкорӣ мекарданд, имрӯз дар марказ зиёда аз 20 нафар ба корҳои эҷодию илмӣ машғул ҳастанд. Агар мо соҳаи иқтисодиёти вазминро нағз рушд надиҳем, ба роҳ намонем, соҳаи саноати сабук ва соҳаҳои хоҷагии қишлоқ рушд карда наметавонад. Бинобар ҳамин зарурат пеш омадааст ки мо илмҳои дақиқро ва табиию риёзиро бештар омӯзем. ва сабабҳои асосӣ аз он иборат аст ки мо имрӯз бояд ки мутахассисои сатҳи байналмилалӣ яъне тайёр намоем ва тамоми соҳаҳои мо имрӯз вақте ки мо иқтисодиятонро ки пеш мебарем, бояд ки мутахассисои мо ба бозори меҳнат бояд ки талабгӯ бошанд. дар солҳои охир зери сиёсати хиратмандона ва оқилонаи пешвои миллат соҳаи техника ва технология дар ҷумҳурии Тоҷикистон албатта ба маврид рушд карда истодааст ва яке аз самтҳои назаррас ва дастовардҳои солҳои охир дар ин самт ин гузариш ба низомҳои нави идоракунӣ ҳукумати электронӣ ва иқтисоди рақамӣ аст ки дар ин ҷо на танҳо аз ҷавонон, балки аз ҳар як бошандаи Тоҷикистон маҳорати баланди истифодаи техника ва технологияи муосир талаб карда мешавад. Ин пеш аз ҳама талаботи замони муосир аст ва кулли ҷомеаи ҷаҳонӣ ва дар ин раванд Тоҷикистони мо ҳам яъне ки дар ин низомҳо қадам ба қадам ворид гардида истодааст ва ҷавонони мо ки дар зери фазои техника ва технология ба воя расида истоданд, албатта ки ин табиӣ аст ки ин равандҳо ба шуъур ва зеҳнияти онҳо таъсири амиқи худро гузошта истодааст ва ба ҳамин талаботҳое ки имрӯз мо гузашта истодаем аксарият ҷавонони мо ҷавобгӯ ҳастанд ва дар оянда мо боварӣ дорем ки чӣ хеле ки устодон дар ин ҷо қайд карданд, дар коллеҷи техника ҳам ихтисосҳое фаъолият мекунанд ки боз ҳам ҷиҳати тақвият бахшидани дониши донишҷӯён ва омода намудани кадрҳои баланд ихтисос дар ин соҳа яъне ки мусоидат мекунад. тарбияи дурусти техникӣ, зеҳнияти ҷавонро баланд кардан оё метавонад ки масалан ба рушди техникаву технология дар Тоҷикистони азизи мо саҳм гузорад? чӣ хеле қайд кардан ҳадафи чоруми стратегии мамлакат ин саноатикунонии бо суръати мамлакат аст. чун дар саноат имрӯз агар мо нигоҳ кунем, тамоми техника таҷҳизотҳое ки солҳои охир истифода мешаванд бо барномаҳои рақамӣ идора мешаванд. дар ба ҷои коргарон дар он ҷо робототехникаҳо истифода бурда мешавад. албатта моро зарур аст ки дар анамин ҷаҳонишавӣ аз техника технологияи навин донишҷӯёни худамонро тайёр кунем, яъне дар барномаҳои таълимиамон, дар стандартҳои таълимиамон, дар китобҳои дарсиамон ҳаминро ҷой диҳем, чуноне ки таҷҳизоти замонавии озмоишгоҳи худамонро ба ҳамин мо мутобиқат карда истодаем ки то дар оянда хатмкунандаи мо тавонад ки дар истеҳсолот аз ин техника таҷҳизотро самаранок дуруст истифода барад ва мо на ин ки истифода бар шавем, дар оянда тавонем ки аналоги онро дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар марказҳои омӯзишӣ таҳлилу тадқиқот карда ба мисли донишҷӯёни чинӣ то тавонем ки ягон шабеҳи ихтирои худро пешниҳод кунем ки дар истеҳсолоти ватанӣ кор бурда шавад, истифода бурда шавад, то он ки
اقتصادیات مملکت پیش رود. هدفی گذاشته شده راهبری دولت هم در همین است که ما توانیم دانشجویان و خوانندگان و نورسان را آموزانیم در آینده در سهم پیشرفت مملکت، در صنعت مملکت سهمگذار باشیم. محض این میتواند با آموزش درستی تکنولوژی روی کار آید. تشکر. تربیت درستی تکنیکی، استفاده درستی شرایط هایی بوده باعث شده میتواند که یک متخصص خوب در آینده در سمت تکنیک و تکنولوژی آموده شود. مقصد از بلند برداشتن صفت تحصیلات در تمام مؤسسه‌هایی که امروز فعالیت میکنند در حدود جمهوری تاجیکستان، از جمله کالج تکنیکی، دانشگاه تکنیکی تاجیکستان با نام اکادمیک محمد عاصمی، مقصد رویه درست فهمانیدن دانشجو. جایی هم خوانده گذاشتیم، یکی از نویسندگان مشهور در بعضی از اثرهای خود قید کرده گفته گذاشته است که به خاطر یک میوه خوب به وای رسانیدن و در بازار تامین کردن البته که باغبان نغز لازم است و از این خلاصه برمی آید به خاطر دانشجو را درست درک کردن، درست فهمانیدن و صفت تحصیلات بلند برداشتن البته از همین استادان صاحب تجربه، صاحب کسب و از شخصیت های جامعه که امروز در جامعه معاصر عقیده های عمیق عاید به اسلام دارند تقاضا می نماید. البته که مورد اولین است به خاطر بلند برداشتن صفت تحصیلات درک درست تمام تکنیک و تکنولوژی زمان امروز. چگونه که به یک ما و شما معلوم است امروز در یک زمان همه ما و شما سطح و صفت زندگی رفته ایستاده است که زمان تکنولوژی است و به خاطر پیشرفت کردن و به خاطر همقدم بودن در زمان معاصر امروز درک درست کردن تکنولوژی های امروز است و مقصد اساسی درست درک کردن و درست آموزاندن است. چگونه که استادان قید کردن در کالج تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان با نام اکادمیک محمد عاصمی با برابر وسیع گشتن و با برابر جلب زیادی دانشجویان و داوطلبانی که هست چندین آزمایشگاه ها که مورد عمل قرار گرفته ایستاده است. مقصد از همه همین جلبیت ها بالا برداشتن و با درک درست فهمانیدن دانشجویان است. متخصصانی که شما آماده میکنید و با مثلا بازار مهنتی روانه میسازید، با اندیشه شما آیا مثلا با باوری گفته میتوانید که متخصصای آماده کرده تون امروز در سمت تکنیک فعالیت خوب کرده میتوانند، یعنی که در سمت پیشرفت تکنیکی کشور؟ اون متخصصی که از جانب کالج تکنیکی با هدایت های خودی آموزگاران پرتجربه تیار کرده می شود، البته صاحب کسب شده ایستاده‌اند. من آزمایشگاهی که ما در کالج تکنیکی گشوده ایم بعد درس هم آمده و یا کاری خودشون میکنن. خوزی من مشاهده میکنم، از مشاهده خودم میبینم که حالا که استاد خوبی تعمیر تجهیزات برقی شده. امروز ما با کمال باوری گفته میتوانم که آنها در آینده همچون متخصصی رقابت‌بازی در بازار مهنت جای خود را خواهند یافت. این رو من 100% باور دارم. حتی اون مهندسان، اون صاحب اختصاصی که ما تیار کرده ایم امروز در جایش ما رفتم وقتی که من همچون معلم درس میتیم، وقتی که در نیروگاه رفتم میبینم که چه خیلی مایل دارد، چه خیلی آینده کار کردن دارد و حالا که مایل خواهشش بی‌نهایت زیاد است. وقتی که با چرخزنی نیروگاه برقی های توجه میکند میگه که من آینده جای من همین جا است و پر باوری میگه، چون که در مفکر و شورناکی خود شاگرد ما علاقه همین صورت جای کردیم که آینده باید که کی داره کند خود جوانان صاحب اختصاص و صاحب معرفت و صاحب فرهنگی ما با جامعه را پیش برند. من این با این چیز پر باوری دارم. اشتراک در آزمون‌های سطح جمهوری چگونه هست و موفقیتاتون چگونه هست؟ آیا مثلا برای اون که یک شاگرد، دو شاگرد، سه شاگرد در یک سال صاحب جایزه شود، صاحب مثلا افتخارنامه شود، اشتراکچی آزمون باشد، برای ریاست مثلا آموزگاران کالج تکنیکی بسندگی میکند؟ اگر با 5 سال پیش نظر افکنیم در کالج تکنیکی در سمت فنهای دقیق نامزدهای علم کمتر بودند. با زیر انا خودی راهبری مؤسسه ما پیشنهاد کرده شده است که برای هوسمند شدن نفرانی که رساله های علمی را حمایت میکنند کمک یک وقتینه برای با آنها 15,000 سومانی داده می شود و نفرانی که رساله دکتری حمایت میکنند
با آنها 25000 سومانی کمک یک وقتینه برای هوسمند کردنشون از طرف ریاست داده می شود. البته این پیشنهاد سر وقتی بود که امروز در کالج تکنیکی 26 نفر نامزد علم و 4 نفر دکتر علم همچون کارمند اساسی فعالیت نموده ایستادند که همین زحمت ها به برابر نرفت. در نتیجه جلب آنها در آزمون های سطح جمهوری که همه ساله از فنهای دقیق شده میگذرد، سال 2023 در کالج طبی دوای شهر باختر برگزار گشت. همین آزمون از فنی متماتیکا دانشجوی کورس دویمی کالج تکنیکی در تمام جمهوری غالب یعنی جای یکم را گرفت. این افتخار ماست. البته که ما با اینو مایل کرده ایستادیم، آموزگاران نامزدها رو جلب کرده ایستادیم. امروز زیاده از 18 نفر اسپیرانتان، زیاده از 12 نفر عنوانجویان رو باز ما آماده نموده ایستادیم که هدف یک چیز است، بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم است. از فن فیزیکا باشد ما جای سوم گرفتیم، از اختراعکاری نوآوری باشد ما الکی آمادگی دیده ایستادیم، قبلا قید کردیم، همه ساله در آزمون ها جا میگیرند. باعث افتخار باز همین است که در مرکز ملی پتنتی و اطلاعات جمهوری تاجیکستان 8 نفر فعالان ما ثبت نام شدند که سال گذشته با دیپلم، سرتیفیکات و مبلغ‌های پولی از طرف اینمون مرکز قدردانی کرده شدند. پیوسته با عالمان ساحه کاربری کرده میشوند. با آزمایشگاه‌های دانشگاه تکنیکی برای در سطح بلند گذراندن کارهای آزمایشی عملی کار کرده ایستادیم. امروز البته ضرور است که جوانان بیشتر با آموزش فنهای دقیق مایل کرده ایستادند و عنوانجویان و اسپیرانتان و ماگیسترانتان نیز در این سمت زیاد به چشم میرسد، چون هوسمندی ها از طرف ریاست کالج، از طرف رهبریت دولت دیده می شود بیشتر شده ایستادند. من فکر میکنم که در آینده اگر با همین انتظام رفتن گیریم، با همین نظام رفتن گیریم، در این سمت کمبودی ها رو ما برطرف میکنیم. چون 20 ساله آموزش رو بیهوده اعلان نکردن که ما توانیم در 20 سال کمبودی های خود رو به پرگی مکمل کنیم و آموزش تکنیک تکنولوژی و دسترسی بلندتر داشته باشیم. چخیلی شما قید کردید، البته وقتی که ما مدنیت استفاده برای تکنیک تکنولوژی رو در سطح بلند آموخته توانیم، ختم کننده ما وقتی که به استحصالات می رود با نازکی این تجهیزات و دستگاه ها علاقه شناس است استفاده برده می تواند و این از آن دلالت می دهد که آن مؤسسه هایی که با ما زیاد از 54 مؤسسه با ما بعد از ختم با ما همکاری دارند، درس های عملی آزمایشی با آن قبول کرده می شود، می گذرانیم. مایل آنها به ختم کنندگان ما بیشتر شده است. خصوصا 3 سال اخیر ختم کنندگان سمت انرژتیکا، سمت نقلیات عموما بیکار نمیمونند، به مهاجرت نمیروند. البته این خریدار خود را در بازار مهنت در وطن خودمان یافته ایستادند. این از آن دلالت میدهد که خدمت های شبانه روزی ریاست کالج ان همون عالمانی که امروز هستند سهمگزار هستند. خیلی شما در آزمون ها قید کردید، یکی از افتخارات ما در همین است که امروز ما توانستیم که کمانده المپی رو در کالج تأسیس دهیم. در کمانده المپی ما مخصوصا فنهای دقیق روانه کرده شده است. دور اولی یعنی مؤسسه‌ای رو ما گذراندیم، 15 نفر به دور دوم راحت یافت. این همون نتیجه گیری کردن عالمان و دکترانی که در مؤسسه فعالیت میکنند. با باوری کامل گفته میتوانیم که هستند دانشجویان خوانندگانی که تا سطح جمهوری رفته میرسند و نام مؤسسه رو بلند میبردارند و توجه جامعه رو نسبت به مؤسسه ما زیاد میکنند. اعلان صنعت کنونی در کشور البته از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطه پیشوای معظم ملت ارائه گردیده است و ببینید که سال به سال و ماه به ماه در هر ناحیه و شهری وطن عزیزمون تاجیکستان آفتابی کارخانه های صنعتی البته افتتاح میگردد، فابریکه ها افتتاح میگردد که همه این ضرورت دارد، احتیاج دارد به متخصصی که دانش بالای تکنیکی دارد
و این رو دیگر گمان میکنم البته مسئولینی که در مثلا کالج تکنیکی است، دانشگاه تکنیکی است و همون درگاه‌هایی که به همین سمت البته روانه گردیدن وادار شده هستند، وادار هستند، عهده‌دار هستند که متخصصان رو آماده بسازند. خب چیکار باید کنیم؟ باز کدام راه‌ها رو پیش بگیریم؟ از کدام اصول‌های زمان معاصر دست بگیریم که تا جلب جوانان رو به آموزش علم‌های تکنیکی بیشتر بسازیم و آنها رو هم چه یک متخصص حرفه‌ای آماده بسازیم تا در رشد تکنیک و تکنولوژی ما سهم بارز گذارند و البته جوانان اختراعکار باشند. هدف اساسی پیش از همه این آموزشی اون تکنیک تجهیزات، اون پتانسیلی که در کشور است با اون روانه کرده شده است. البته در کالج تکنیکی ما از روی همین استراتژی‌های مملکت کار میبریم. خیلی قید کردیم هدف استراتژی چهارم کشور این صنعت کنونی با سرعت کشور است، چون اساسگزار صلح و وحدت ملی بارها در واخوری‌های خود با جوانان با مسئولین این نقطه را قید میکنند. ما رو ضرور است که یعنی در صنعت سهمگذار باشیم. امروز ما همین وابسته به همین کانسپسیا پیش رفته ایستادیم. پیوسته کوشش نموده ایستادیم که در جمهوری تاجیکستان وابسته به ساحه‌های صنعتی امروز موجود بوده مورد آموزش قرار میدهیم در سطح مؤسسه همچون عالمان. بعد از اون میبینیم که چی مشکلات در آنجا وجود دارد. پیوسته در مؤسسه با دعوت عالمان متخصصان ساحه ما کنفرانسیاهای علمی عملی سطح جمهوری و حتی بین المللی را اوید به همین مسئله مذکور ما راه اندازی کردیم معین کنیم، چون پیشوای معظم ملت هم قید کردن که شما بینید که در جمهوری تاجیکستان زیاده از 80% الیمنت هایی که در جدول دوری دمیتری ایوانویچ مندلیف وجود دارد در زیر خاک کوههای ماست، همچون گنج نهفته است. امروز ما را ضرور است که برای آموزش تکنیک تکنولوژی راه‌های استخراج آن، کارکرد آن کار را به راه مانیم تا توانیم که همچون یک دولتی صادر کننده تجهیزات یا که یگان واسطه دیگر رو به دیگر کشورها توانیم این مز برای غنی گرداندن بودجه دولت، رشد اقتصادی مملکت است. البته در جمهوری تاجیکستان خود دولتی که ما در منطقه کوهسار زندگی میکنیم همگی 93% مملکت ما رو کوهها تشکیل کرده است استودن. امروز ما شاهدی آن هستیم که در جمهوری تاجیکستان اکثر آن کندنی های فایده‌ناکی هستند از قبیل تیلا و نقره و دیگر به طوری وسیع با جلب متخصصان وطنی و خارجی استخراج شده استودن و آموزگاران ما، عالمان ما آید این مسئله کاربری کرده استودن. ما را ضرور است که همین مشکلاتی که امروز به وطن عزیز ما چی نمیرسد کوشش کنیم که در برنامه‌های دولتیمان، در برنامه‌های تعلیمی سمت خود بیشتر فن‌های دقیق را جاری کنیم، نسبت به فن‌های گومانیتری افضل‌تر دانیم و مقدارش زیاد کنیم، آموزشش جانو کنیم. از مکتب‌های میانه سر کرده تا مکتب‌های عالی نظارت پرزور کنیم تا جوانان رو توانیم با هر راه تشویق و ترغیب کنیم با تکنیک تکنولوژی، چون نظام امروزه که نظام رشد کرده در سطح جهانی یک نظام تعلیم این نظام دوالی است. کالج تکنیکی نیز در نظام دوالی تعلیم امروز همچون به طور پیلوتی گوییم از دو اختصاص علاقه آغاز نموده ایستاده است. این نظامی هست که در آینده مشکلاتی جای داشته را دیده برای رشد پیشرفت آینده یک سهمگذاری میکند. کالج تکنیکی در همین سمت فعال است، کوشش کرده ایستاده ایم، ما هم با عالمان خارجی کاربری کرده ایستاده ایم. ما را ضرور است که برای در سطح بلند آموختن، جاری کردن تکنیک تکنولوژی موجود بوده را بیشتر آموزانیم، بیشتر فهمانیم تا توانیم که در آینده یک شاگردان تیار کنیم که رقابت پذیر، نه اینکه در علم وطنی در تکنیک تکنولوژی سطح جهانی باشند و توانیم که یک دولتی همچون پیشرفته سهم خود را گذاریم. این رسالتی اساسی ما به حساب می رود. تیار کردن متخصص از خود مکتب میانه سر می شود. از مکتب میانه وقتی که 34 این طرف که گذاشته روبری وضعدار است که آینده چی کسب را انتخاب میکنی، با کجا میره، چی نیت دارید. بله. از همین سرکنده کرای با همین مقصد
من همین ریاست کالج تکنیکی ما نیست همین خیلی تصمیم گرفته که با مکتبایی که میونه هستند مثلا مکتبای معلوماتی میونه هستند سفرهای خدمتی کرده در اونجا کارهای فهماندهی رو درست برآوردگیان من برابری خودی من محترم استاد چندین مکتب رو وابسته کردن در قشلاق‌جوی‌ها در خود اطراف شهر رفته اویدی در آینده تیار نموده متخصص و چی کار کردنش لازم است کاری فهماندهی گذراندیم باعث خوشی است که علاقه من بعضی معلوماتی که ما داریم برای داوطلب شدن و در سال خوانش 24 و 25 علاقه طلبگار خیلی خیلی هم زیاد شدند این معنی را داره که علاقه تأثیر تشویقاتی من کارمندان من آموزگاران و پروفسوران کالج تکنیکی برابر نرفته است علاقمندی خیلی خوب است باوری کامل دارم که از ابتدا سر کرده تا داخل شدن من همین دانشجو پیشروی کار خلل نمیرساند چقدر که ما تمام تشویقات بریم همونقدر خوب میشود من درباره چیزا آزمایشگاه گفتن تیار کردن من کادرهای بلند اختصاص علاقه مکتب ما در روی کشو تشکیل کردیم در روی کشو تشکیل کردیم خواننده اومده دید با چشمش که دانشجوی امروزه علاقه متخصص تیار شده است پاگو میرن میگه که من باید که در همین کالج اومده داخل شوم علاقه باید حواسش پیدا شده است چون که بچه‌ش خود دیده است همین چیزا من همین در روی کشو بی‌حد یک تاثیر دارد برای پیشروی خودی انتخاب کسب آینده هر یک جوانی خوب سلامت باشید برای موفقیت در کار و کسب همتون و با بیننده عزیز ما سپاس میگوییم برای پیگیری کردن از برنامه های ما علم آموختن آینده را با چشم نیک دیدن این پیشروی است ما برای شما آینده خوب زندگی آسوده و روزگاری پر از محبت را آرزومندیم با امید رشد تاجیکستان آفتابی با امید صلح و ثبات ابدی در وطنمان نقطه میگذاریم با برنامه امروزه خاندانتان پر از گندم باشد تا نزدیکترین دیدار خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید